بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای کیروشیپور و همچنین جناب آقای سیاسی و آقای رحیمی و همچنین همه هموطنان عزیزم از سلام و ادب دارم. بفرمایید آقای مالکا. باید از کنم آقای کیروشیپور در واقع مطالبی که آقای رحیمی فرمودن، اگر آقای مالکان دوست تو این فضا صحبت کنیم بهتره با هم صحبت نکنیم. نه تو این فضا چیه؟ شما این همه دارین همه رو زیر سوال میبرین. کدوم فضاست؟ نه یعنی شو فضا ازم یعنی چی؟ چه اشکالی داره؟ کدوم فضا؟ اگه اینجوری شما نه ببین اینجوری هم نیست. شما صبح داریم به من وقت میدی؟ چا؟ شما الان دمدمای صبح داشتین به من وقت میدی. من چیکار بکنم؟ اصلا چه دلیلی چه اشکالی داریم؟ تمام رسانه در اختیار شما فوتبال مملکت رو نابود کردید. خب بله چرا اجازه نمیدید من صحبت کنم؟ خب صحبتتون الان در چه زمینه‌ایه؟ بله صحبتتون الان در چه زمینه‌ایه؟ من عرض کردم که من در واقع مگه نه آقای رحیمی الان فرمودن که با آقای سیاسی با مایلو کهن صحبت کردم، یعنی بنده باید از آقای رحیمی اجازه میگرفتم؟ آقای رحیمی شما که میگی وزیر شما رو قبول نداشته، هیئت مدیره هم شما رو قبول نداشته، ولی چی اونجا مونده بودید؟ میتونم بپرسم آقای رحیمی شما چند دفعه رفتید سر تیمتون دیدین که سرمربیتون با کت شلوار اونجا هستن؟ چی کار کردی واسه این تیم مردمی؟ این مردم خون دل میخورن. من خودم نزدیک 45 سال پرسپولیسی ام. من اونا نیستم که مثل این جدیدیا باشم هر روز یه رنگی داشته باشم. من نزدیک 20 سال تو این تیم کار کردم و البته مدیونش هستم. من اصلا اینا رو هم نمیگم. به موقعش هم به من پول دادن، هیچ موقع هم نلالیدم تو این زمینا. بنده آقای سیاسی اصلا نمیشناختم. آقای سیاسی روز یک شنبه هفته پیش بود که زنگ زدن به بنده، پیام گذاشتن، منم نگرفته بودم. ساعت 11 من بهشون زنگ گفت میشه من شما رو ببینم؟ گفتم من در خدمتتونم. فرداش من رفتم اونجا که ابتداش آقای خواجه‌وند بود بدونی که راجع به چیزی صحبت کنیم. بعدش آقای سیاسی نسبت به این جریانات از من مشورت خواستن. نه به من گفتن بیا سرمربی بشو، نه چیز دیگه. گفتن شما به عنوان یک پیشکسوت پرسپولیس، کسی که سالها تو فوتبال این مملکت بودی، من شما مشورت میخوام. بنده عین حرفو به ایشون زدم، گفتم آقای سیاسی این کار شما اشتباه، شما این کارو نباید بکنی. اگه هدفتون برکنار کردن سرمربی تیم این کار اشتباه. دلایلم عرض کردم، گفتم چرا اشتباه و در نهایت هم عرض کردم که ایشون گفتم که شماها دارین احساسی عمل میکنی، اصلا اینجوری نیستش. که من بارها گفتم تو پای دشمنم هم نمیخواد خار بره، اما سرمربی تیم در واقع هم دشمن خودش بود هم دشمن طرفدارای این تیم. یعنی در واقع شما کجا از فوتبال حرفه‌ای صحبت میکنیم؟ کجای فوتبال حرفه‌ای سرمربیش میاد که میلیون ها هوادار داره با لباس شخصی میاد سر تمرین؟ آقای رحیمی شما کی این تذکر رو بهشون دادی؟ شما که سوابق طولانی مدیریت یک بارم با لباس نیومدن. عکسش هست. شما دقیقاً مثل مسئله امامزاده سالتون بازم دارین دروغ میگید. یک بار آقای علی دایی یک بار نیومدن. عکسش هست. مگه من باید از شما بارها با اون آقای فرش فروش که با هم دیگه جفت شده بودیم با سرمربیتون چطور اون طرف این بخش خصوصی باید وارد این جریانات بشه؟ مگه برنارد تاپی نبود مال مارسی؟ مگه آبراموویچ الان مال چلسی مگه نیست؟ مگه الان پاریس سن ژرمن رو کی داره میچرخونه؟ مگه بخش خصوصی نیست؟ اعراب نمیچرخونن؟ چطور یکی مثل سیاسی میاد شما میگی بساز بفروشه؟ من شما که سر ما دنبال حقوق بمونیم، مگه میتونیم کاری کنیم تو این زمینه؟ شما همین الان گفتی 14 میلیارد به من پول دادن. خب پس پول بوده؟ چرا نبوده؟ چرا داریم فکر مردم رو خراب میکنیم؟ آقا مشکل ما این بوده که آقایون میخواستن با قلدری بمونن، تنش ایجاد کنن. آقای رحیمی اگه یکی اونجا کشته میشد کدوم کی میامد جوابگو بشه؟ چرا باید بی خودی این هوادار ما رو به جون هم بندازیم؟ برای چی؟ برای شما فیلمش هست الان نشون ندادن که آقایون گفتن ما باید وضعیتمون مشخص به قراردادامون مشخص باشه. یعنی فقط به فکر پول بودن. مشکل پرسپولیس این بوده و شما سرمربیتون وقت نمیذاشته هیچی. آقا باید وقت بزنیم، اون وقت میان مصاحبه میکنن میگن ما باید
چند تا به پا بزنید شما رو بپان. وقتی من سرمربی با 80 تا به پا بزنید که منو بپان، من تا شب تا صبح دارم کارهای دیگه میکنم به جای اینکه به امورات تیمم برسم. خب معلومه وضعی این میشه. منتها شما میگه وزیر من قبول نداشته، وزیر رو متهم میکنید. مثل اینکه الان آقای احمدی‌نژاد رو متهم میکنن. ببخشید آقای علی آبادی معاون اوباما بوده، آقای علی آبادی هم خود آقای احمدی‌نژاد بودن که وقتی گذاشتن سرمربی رو تو مقطع دیگه. غیر از اینه مگه؟ بله؟ بعد آقای احمدی‌نژاد همیشونو گذاشتن، بعد عجیبه چقدر ما سیاه‌نمایی میکنیم. اون وقت من مایل کنن که میگفتن احمدی‌نژادی هم متوجه تو دوره 8 سال دوره احمدی‌نژاد مثلا سرمربی پرسپولیس نشدم. بعد میگم ما رفتیم توی نمیدونم مصلا التماس کردیم، یکی مثل اخوی ایشون راجع به من صحبت کنه. خب آیه مایکا خیلی ممنون، مرسی، چون فرصت برنامه که از شما تشکر میکنم. چرا فرصت کمیه؟ شما باید فرصت بده. خود شما الان به نوعی طلبکارید. شما اگه واقعا به عنوان یک موجود عادلی شما باید بشینی، آقای سیاسی بیان تشریف بیارن اونجا، آقای رحیمی هم تشریف بیارن اونجا، پیرامون این مسائل با هم صحبت کنن، بحث‌های منطقی هم باشه. شما خودتون ناعادلانه عمل میکنید و همین هم شده. فوتبالی که باید الان جاش به جای والیبال باشه توی این مملکت، با این همه استعدادی که وجود داره میشه این متوجه این چطوری یه دفعه شما نگفتی که امروز 4 تا ما وینگادا خوردیم آقای فردوسی پور؟ شما لجن کشیدین فوتبال این مملکت رو. آقای من میگم شما بله آقای کیروشی پور، چجوری کیروشی که تیم ما رو توی گروه 4 تیمی باید 5 میکرده به همه ایرانی‌ها اهانت کرده. اون وقت من تلفن به شما میزنم، شما به من میگی من نجات پرستم یا اونایی که اونور دنیا سیاها رو باشون به چگونه برخورد میکنن؟ این مملکت رو شما چیکار میخواین بکنید؟ فوتبال مملکت این همه استعداد درش وجود داره. فوتبال ما جزو 10 تا تیم برتر دنیا باشه، شما اجازه نمیدید با دار و دست و منافعی که دارید توی زمینه. بله خیلی من چیزی نمیترسم که منو بگیرن اعدامم کنن، اما من سرمو برای مملکت و مردم میدم، برای این بچهای با استعداد میدم. شما هدایت شده عمل میکنیم. من 2 روز پیشم دیروزم پیش بینی کردم. شما هر در واقع نمایش سنجی شما رو هر جوری که بزنه، این که نظر سنجی که 50% گفتن اخراج داری. به حال من برای شما احترام قائلم. اینا رو به من نگو آقای مالک، شما همیشه محترم هستید. برای من آقای مالک 15 ساله دارین این آنتن دست شماست. البته روز به روز دارین. خیلی ممنونم. من خود به قول شما بیننده ها اصلا همه ناظر و نه اینو شما نمیخواد بگین دیگه. ممنون. نمایی نکنید. اینجوری معصوم نمایی نکنید. باشه خیلی من که چیزی نگفتم. خیلی من شما همیشه به حال برای من آقای مایلی کاهن هستید و من فکر می‌کنم حداقل به من که نه به بیننده ها بهتر آدم احترام بذاره. خیلی ممنون. شبتون بخیر و خدا نگهدار.